بینندگان عزیز، بار دیگر با همه شما درود میفرستم. البته چند دقیقه پیش سرخط خبرهای روز رو من برای شما گفتم و حالا یک پیام ایلاوگی داریم که برای من بار دیگر با شما با علاقه میبرم. ما همین لحظه ها از سفیر تاجیکستان در روسیه وعده گرفتیم که در باره تقدیر مسافران تاجیکی که در فرودگاه ها در موندند برای ما پاسخ خواهند داد. از جمله درباره آنکه تا این لحظه ها چقدر شهروندان تاجیکستان به وطن برگشتند و چند سوال دیگری که در این شب و روز بیشتری شما بینندگان عزیز از روسیه از ما میپرسید و فکر میکنم اگر شما بعد 3 ساعت دیگر در برنامه خبری ما رو همراهی کنید خواهید فهمید که تقدیر آن مسافران تاجیکی که قبلا چپته خریده بودند به سمت تاجیکستان و در فرودگاه های مسکو در موندن چه خواهد شد. نه تنها مسکو بلکه دیگر منطقه های روسیه نیست. ما همه شما رو بعد از 3 ساعت دیگر در بخش مستقیم منتظر خواهیم بود. اونهایی که همین حالا با ما پیوست شدن بار دیگر یادآور میشم که ما از سفیر تاجیکستان در روسیه وعده گرفتیم که با سوالهای رادیو آزادی در باره مهاجران در مونده در روسیه پاسخ خواهند گفت. اگر این سوال برای شما مهم است جوابشون پس با ما بپیوندید.